سلام دوستان، امروز اومدیم با محمد. سلام دوستان، محمد هستم. امیدوارم ویدیو خوبی در پیش داشته باشیم و امیدواریم چه اتفاقای باحالی رو با هم رقم بزنیم. پس بزنیم بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها، موضوع امروز چیه؟ ما قراره که یه بطری آب بیاریم. آقای آبدار چی؟ لطفا آبو بیار. خیلی ممنون از لطف شما. و همونطور که میبینیم اینو داریم و قراره آبشو این که بعد قراره بخوریمش، آبای داخلشو بخوریم و اتفاقای باحالی رو با هم رقم بزنیم. و این ویدیو سعی کن نخندی. آقا ما یه مش چرت و پرت، یه مش ویدیوی سم داخل گوشی نگاه میکنیم. اگه خنده دار بود سعی میکنیم نخندیم. حالا دیگه اگه خنده دار نبود سعی نمیکنیم، فقط آب تو دهن ماه. و هر کی آب از دهنش بریزه بیرون یک امتیاز، یه گل خورده. یه امتیاز برای من. بس گوشی رو بیار. خب اینجا گوشی هم به ما اضافه شد. چی کار میکنیم آقا بچه ها؟ این اسکرین ریکورد رو ما چیز زدیم. میگیم اینجا چند تا ویدیو خیلی سم برای ما اینا چیکار کردن فرستادن. حالا نمیدونم راست حقیقتش چیه دیگه، ما نگاه میکنیم بعد گفتیم دهنا ما رو پر آب کنیم. برادر محمد بفرمایید. خب شما بفرمایید. آب فوتبالی یا ما هر جور دوست داری بخور. بخور فقط بخور. آبشو بخور. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. آه این چی بود؟ وای چیه؟ آقای فیلم بردار میگه کات کنیم چیزی ما تو ویدیو ما به اسم کات نداریم. اون فیلم بعدی از دهنا تو پر آب کنیم. یه چند دقیقه صبح برادرم دوباره آبشو بخور. اول تو من بخور. اینقدر دهنو بود دماغ آب از دماغ کرده. Foi nada. Acontece. Pode perguntar, foi nada, pô. Tava bolado, foi nada, pô.
اینا دیگه پسرم داره. خب بچه ها ما اینه اومده من نمیدونم دیگه از اینجا پیداش کردم نمیدونم واسه چیه دهن ما پر آب میکنیم اگه راست میگی نخند وکیل برای دفاع از مردی که متهم به سرقت بود دفاعیه جالبی را ارائه داد. نظم دادگاه را رعایت کنید. آقای قاضی، موکل من فقط دست خودش رو داخل پنجره خونه کرده بود. چند تا اشیاء بی اهمیت رو برداشته. واقعا این عدالت نیست. دستی که خود اون نیست. چرا باید برای مجازات یک روز بدن همه روز بدن باید مجازات بشه؟ قاضی که بسیار مجرب و کار کشیده بود در جواب وکیل گفت بیان خوب درستیه. من هم با شما موافقم. حتما دست متهم رو به 1 سال زندان محکوم میکنه. حالا خودش اگه میخواد به دستش باشه نمیخوادم نباشه. در آن لحظه متهم دست مصنوعی خود را روی میز گذاشت و رفت. و قاضی خطاب به متهم گفت و متهم در جواب به قاضی گفت سلام خوش میل داری؟ چی میخوری داداش؟ سلطان اگه اجازه بدی من غم تو رو بخورم. چشای منی. تو چی میخوری؟ منم حسرت تو میخورم. شما مثل که شما میخواین گوه بخورین منو خدمت. خندیدن به این کلیپ میرم جهنم. آدم که دستی اسم خدا رو میاره احمق. بازم گفتم که ولش کن. خب خدا همه جا هست دیگه. یه حدیث از حضرت پیامبر میفرماید که خفه شو دیگه. اعوذ بالله من الشیطان. چی گفتی؟ خدای دیگه اینو خودت گفتی دیگه. بسم الله. سهراب خانم خیلی تبریک میگم. قدم نورسیده مبارک. مرسی از خراب همسایه. قربان شما سلامت باشین. حالا اسم بچه رو چی گذاشتین؟ شارمیز. شارمیز؟ بله شارمیز جون مامان. آها آقا شارمیز هستن. طبیعی میخندی شاید باورتون نشه ولی اینم ترفند داره. لب پایین رو میبریم زیر دندون، لب بالا رو اینجوری میکنیم بعد میکنیم تو همین حالت بخندیم. این چشا رو باز میکنیم، لب پایین رو چجوری برگردیم حالت اول؟ آشپزی کردن پسرا. Oh my god. اینجا دکتر نیست؟ سلام من دکترم، دکتر ریاضی. داره میمیره. اثبات کن. You gotta stab it hard. Oh, you got one. Yes. You got two. Ready? Ooh. Ready? Think you can do this one? That was good, buddy. هوا چقدر 265 نفر است. نیومد تنها بخندم. اگه حرف بابامون گوش میکردم الان اوضاعم این نبود.
بابا چی گفت مگه داداش؟ گوش نکردم ببینم چی میگه. سلام، اینجا جاده بنجار زابل. خداحافظ تصادف، خداحافظ ماجگیری. دیگه در این محور تصادف شاهد میه. انشالله زابل بنجار آسفالت کردیزان. تشکر ویژه از تمامی مسئولین به خصوص راهداری شهر زابل. دادا به نظرت یه ذره کنگی؟ نه دادا صافه آرزو دارم که مرگت را ببینم بچه ها چه آقا این چیه بخورد؟ آقا این چیه؟ بابا اینا نکن، این کارا نکنی، این کارا نکن. الان ما چی کار؟ بیار باید کنی بیار. وای چیکار کرد؟ وای چیکار کرد؟ عجیبه. داداش خدا خیلی تو صدامو نشد. داداش اریانم کمک لازم نری؟ نه اصلا جریان چیزه؟ والا این تریده مانه تو ماشین قفل شده دارم ما رفتن قفل سازی ها؟ ماشین تو نه؟ حرم زاده در نشد. مرسی داداش ممنون. داداش کمک لازم نداری؟ یا هوا چه سرد شده؟ چی؟ هوا چه سرد شده؟ آره روزش خرابه. آره بندم بگیش از دوبارسه ادام کنه و خواهد. آره بیشتر میچی میگن مثلا؟ آره آره بگی تو رو درسته؟ آره آره کسخوری داداش؟ آره 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 معلومه. آره میگم داداش کارگره دستشو خوب درست کرده. آره خیلی خوب درست کرده. یکم دیگه با دیوار ازدواج میکنم. بفرمایید جناب. ببخشید معطل شدید. چقدر شده حسابم پرداخت کنم؟ نیازی نیست. دفتر جلویی براتون حساب کرده. واقعا؟ چقدر خوب. در نفره کشیم چقدر میشه ما حساب 1,200,000 و تموم شد. با نتیجه چند شد؟ 4-3. 4-3. 4-3.